عرض سلام و درود فراوان خدمت همه دوستای گلی که دارن این ویدیو رو تماشا میکنن. من علیرضام و به کانال خودتون خیلی خوش اومدین. قراره که توی این ویدیو در رابطه با پیکسل صحبت کنیم. رابطه پیکسل که قبلا با هم دیگه مفصل بررسیش کردیم. اگر هنوز توی رابطه پیکسل نرفتین، لینکش توی دیسکریپشن هست، میتونید واردش بشین. پیکسل یکی از بهترین ایردراپ‌های حال حاضر هستش و اینکه ما قبلا توی یه ویدیو که الان اومده گوشه صفحه آموزش کامل و مقدماتیشو دادیم، اما نسبت به اون ویدیو، یعنی از اون ویدیو تا الان خیلی چیزای جدید بهش اضافه شده که قراره تو این ویدیو در رابطه با اونا صحبت کنیم. پس تو این ویدیو با من همراه باشید تا بریم ببینیم که این چیزای جدید چی هستن. فقط قبل از اینکه بریم سراغ محتوای اصلی این ویدیو، باید اینو بهتون بگم که یادتون نره که کسایی که کامنت میذارن و این ویدیو رو لایک میکنن، شانس اینو دارن که یکی از 3 برنده اکانت تلگرام پریمیوم ما باشن و برندگان ویدیوهای قبلی هم در انتهای همین ویدیو قرعه‌کشی مشخص خواهند شد. برو که رفتیم. خب وارد ربات که میشیم، قبلا ولتو داشتش و علامت سوال اون بالا و زبان و این داستانا رو کاری بهش نداریم. پایین یه دونه بخش اضافه شده که نوشته لول 4، زیرش دیلی اینکام منو نوشته، یعنی درآمد روزانه منو. و زمانی که روش کلیک میکنم میبینید که اینجا من یک سری تسک ها دارم که زمانی که این تسک ها رو انجام میدم میرم لول بعدی و حالا اون کامبوهایی که میگیرم، یعنی اون 4 تا کارتی که کنار هم جور میکنم، کارتای روزانه‌شو 5% بهم بیشتر درآمد میده، یعنی سکه میده و درآمد روزانه من بیشتر میشه 100,000 تا. پس باید این تسکا رو انجام بدم. 3 تاشو من انجام دادم. اولی اینه که 200 سکه بگیرم، دومی اینوایت 2 تا فرند، یعنی 2 تا دوست رو بعد دعوت کنم، سومی هم که خب خریدن 2 تا حیوان خونگی یا 2 تا از همون ربات‌ها، و چهارمی هم نوشته که باید برید تسک سابسکرایب چنل و واچ ویدیو رو برید تکمیلش کنی. روش که کلیک کنید اینجا 2 تا گزینه میاد که شما میتونید حالا روی میکیت بزنید و میارتتون توی صفحه تسکا. روی اون تسک کلیک میکنید. اینجا باید روی استارت بزنید اون پایین و میبرتتون داخل چنل یوتیوبشون. ببین چنل یوتیوب باز میشه و چنل یوتیوب که باز شد شما ببندش و بیا بیرون، کاری نداره، فقط از روش اسکرین شات بگیر. ببین مثلا الان اومدی این ویدیو رو دیدی، اینو بگیر بکشش تا انتها که مثلا حالا اگه تا آخرش هم حوصله داشتی بشینی ببینی که ببین، اشکالی نداره. سابسکرایبش کن. اولش میای توی اینجا این سابسکرایب نیست، اینجوری سابسکرایبش کن. سابسکرایبش کردی از روی یه دونه اسکرین شات بگیر، یه لایک هم بزنی بد نیست. از این اسکرین شات بگیر. اسکرین شاتی که گرفتی برگرد توی ربات، دیگه کاری بهش نداریم. فقط باید دقت کنی که الان که میری اینو آپلود کنی، ببین اینجا روی اتچ فایل، روی این اتچ فایل کلیک کن. اینجا این سنجاقه، این به علاوه رو بزن. حالا از توی گالریت عکسی که اسکرین شاتی که گرفتی رو انتخاب کن. همه تسکاش همینه. مثلا توی توییتر شما باید بری فالو کنی، برو فالو کن، یه دونه اسکرین شات از روش بگیر و براش بفرست. اسکرین شات ممکنه زمانی که میرین بفرستین بهتون ارور سایز بده، مثلا میگه سایزش خیلی زیاده. اول برین سایزشو با برنامه‌هایی که سایز عکسو کم میکنن کم کنه، که توی تلگرام آپلودش کنید و دوباره سیوش کنید، حجمش کم میشه. بعدش اینجا روی سند فایل کلیک کنید. سند فایلی که زدین باید یه خورده منتظر باشین تا این فایل آپلود بشه. بعد از اینکه این اسکرین شات رو آپلودش کردین، زیرش می‌نویسه که آقا 48 ساعت دیگه ما چک میکنیم و این تسک و جایزه‌شو بهتون میدیم و این تسک تیک میخوره. فکر نکنم اینقدرم طول بکشه، ولی این تسک توسط حالا ربات شاید مثلا بررسی بشه، چون بررسی خیلی ساده‌ای داره. فکر کنم اسکرین شات مسخره‌ام بدین تاییدش میکنن، ولی سعی کنید که حتما این اسکرین شات واقعی باشه که یه وقت خدای نکرده نشستن بررسی کردن خودشون دستی، حالا آدم آوردن انسانی، نیروی انسانی آوردن، بنتون نکنن. اینو که انجام بدین این تسک بعد از 48 ساعت گفتم دیگه نهایت تیک میخوره. همه تسکشون همینه. مثلا فالو اینستاگرام، باید بری توی اینستاگرامشون رو فالو کنی. البته نمیدونم اینم اسکرین شات میخواد یا نه. میای اینستاگرامشون رو فالو میکنی، یه دونه اسکرین شات از روش میگیری، بعد اینجا روی اتچ فایل کلیک میکنی، رو به علاوه میزنی و حالا اسکرین شات اون فالو کردن رو بهش میدی. پس این شد از آموزش کامل این تسکا که تو این تسکا خیلیاتون گیر داشتین. من خودم هم حتی انجام ندادم. پس میرین اسکرین شات میگیرین، اسکرین شات رو میذارین و خلاصه بعد 48 ساعت کار جمع میشه. توی بخش ریوارد یه دونه حالا گردونه اضافه شده که الان بهتون میگم داستان اون چیه. اول بذار برگردم تو صفحه اصلی. من الان میبینید اینو چون انجام دادم، لولم از لول 4 رفت به لول 5. حالا روی اون پایین گت لول که بزنم یه تایمی طول میکشه تا آپدیت بشه، یعنی طول میکشه تا من 2 ساعت
تا 59 دقیقه طول میکشه که یعنی 3 ساعت دیگه طول میکشه که برم به اون لول 5. میتونم 20 تا ستاره بدم این پایین، 20 تا ستاره بدم و زودی این انجام میشه دیگه، اینقدر منتظر نمونم. یه جوری مثل تو حالت بازیایی مثلا بازی کلش آف کلنز بودش که اون کارگره میومد کار میکرد، شما باید جم میدادین، الماس میدادین که کارش زودی تموم بشه. اینم تقریبا همچین حالتی داره و میتونید سکم بدین. اگه اون پایین نگاه کنید 100,000 تا سکم که بدین این سریعتر تموم میشه. مثلا من 100,000 تا سکه بهش میدم، 100,000 تا سکه رو که بدم سری میرم توی لول بعدی. الان اومدم توی لول بعدی و لول بعدی من حتی تیک خورده، میبینید؟ یعنی لول بعدی من چون زیاد سکه گرفتم و تعداد زیادی دوست دعوت کردم و باتم هم لولشو خیلی بردم بالا، میبینید اینم تیک خورده. میتونم الان دوباره برم توی لول 6. دوباره بعد انقدر صبر کنم 6 ساعت و بعد 250,000 تا سکه بدم که من دیگه کاریش ندارم، برمیگردم. فکر کنم این بخشو دیگه کامل همتون متوجه شدین. این پایینم که نوشته شما برنده شدین، چون توی حالا اون بخش دعوت کردن از دوستان من برنده شدم و اگه شما هم حالا توی اون کمپینی که تو کانال تلگرام اطلاع رسانی کردم عضو شده باشین، این 4 تا از دوستاتون رو تو ربات دعوت کرده باشین، ممکنه که برنده شده باشین. اینم شد از این بخش و تسکارم که بهتون گفتم دیگه چیا بهش اضافه شده. من توی این بخش رباتا که قبلا گفتم چطوری بخرین و این داستانا، بریم سراغ این گردونهه که بهتون بگم باید چیکار کنین. توی این بخش شما اولش یه چند تا گردونه رایگان دارید، یعنی چند تا میتونید بچرخونین. فکر کنم 2-3 تا داریم میتونید بچرخونین به صورت رایگان. حالا نمیدونم این روزانه هست یا نه چون تست نکردم، تازه اومده، ولی خب یک سری چیزایی اینجا هستش که اینا رو بهتون با چرخوندن این گردونه بهتون جایزه میده و حالا میتونید این چرخش گردونه رو با ستاره هم بخرید، با سکه هم بخرید که میبینید. من الان اگر اونجا یه مبلغی رو نوشته، اگر 505,000 تا سکه بدم بهم 2 تا چرخش میده، اگر 10 تا ستاره بدم بهم 5 تا چرخش میده که ویدیو در رابطه با ستاره قراره براتون بسازم. اگه خواستین برید توی کانال و اونم به احتمال زیاد تا الان ساختم. البته اگه دارین ویدیو رو خیلی سریع نگاه میکنید هنوز نساختم، چون یه چند ساعت بعد از این قراره ویدیوی ستاره رو هم آپلود کنم که با ستاره بتونید توی تلگرام هر چیزی که دلتون میخواد بخرید و دیگه نیاز شما پرداخت ارزی انجام بدین یا مثلا حالا تحریم باشیم و این داستانا. پس میتونید بخرید. من چون از چرخش رایگانم استفاده کردم فعلا ندارم، نمیدونم حقیقتا روزانه بهمون میده یا نه، پس اینو تست کنید. ولی اگه فقط همون چند تای اول باشه دیگه باید بابت بقیه‌اش پول بدید. و چیزایی که میده اینجا نوشته دیگه فریزو داره که فکر کنم حریفتون فریز میشه توی یه تایمی، مثلا توی مبارزه ها به درد میخوره. میتونید سکه بگیرید، اینا بر اساس لیگتونه، بر اساس لیگ شما جایزه ها تنظیم شده. هر چی لیگتون بره بالاتر بهتون جوایز بهتر و خفن‌تری میده. اون بالا نوشته دیگه لول 5 تا 9 لیگ سیلوره، همون لولی که اول صحبت کردیم در مورد باهاش. اینم همونه دقیقاً، یعنی شما اگه لولتون از 9 بره روی 10 وارد لول 10 میشین و وقتی وارد لول 10 میشین جوایز براتون بهتر میشه، چون از لیگ سیلور میاین بالاتر. فعلا از 5 تا 9 سیلوره. اوکی، پس سعی کنون لول رو ببرینش بالا. و یه سری چیزای دیگه داره، مثلا شیلد هستش که باعث میشه که شما توی اون مبارزه حال کمتر آسیب ببینی. یه دونه ایکس هستش که درآمد روزانه‌تون رو برای یه روز، زیرش نمیشه تایمش چقدر، برای یه روز 3 برابر میکنه. یه دونه حالا این یکی باعث میشه که اون آسیبی که شما به حریف میزنین ظاهرا دابل بشه، 2 برابر بشه. این سمه هم حالا یه چیزی هستش که توی مبارزه ها به درد شما میخوره، باعث آسیب بیشتر به اون حریفتون میشه. یه دونه اینم هست که باعث میشه که خون شما بیشتر بشه دیگه و چیز خاص دیگه این نداره. من همه رو بهتون گفتم دیگه، همه تقریبا همینه. حالا چون من چیزی ندارم به چرخونم مجبورم بیام اینجا این سکه ها رو بدم و بخرم. فعلا میام 500,000 تا میدم که 2 تا چرخشو بگیرم که بهتون نشون بدم. خیلی ساده است، اینو میچرخونیدش و وقتی که بچرخونیدش مثلا اینو بهتون میده و حالا شما زمانی که اینو دارین میتونین توی مبارزه‌های خودتون آسیبی که به حریفتون میزنید 2 برابر میشه. حالا یه بخش دیگه هم هست، اون بالا نوشته دیلی لیمیت بوست. اگه روش کلیک کنید اینجا یک سری چیزا هستش که شما میتونید اینا رو فعال کنید تا درآمد حالا روزانه شما بیشتر بشه. مثلا یه دونه ضرب در 5 داریم اون بالا، یه دونه ضرب در 3 داریم اینجا و یه دونه هم ضرب در
2 داریم که هر کدوم از اینا که برنده بشین یعنی بگیرین اینجا براتون نشون میده و روشن میشه، میتونید انتخابش کنید و اکتیوش کنید. الان من یه دونه ضرب در 3 دارم برای یه روز و وقتی که بیام اینو فعالش کنم درآمد اون روز من میاد کلا چی میشه 3 برابر میشه. اگه برگردینم اینجا میبینید که الان برای من داره فعال نشون میده و بغلش هم یه دونه تایمر داره دیگه، چیز عجیب غریبی نیست. بریم سراغ یه دونه مبارزه که مثلا اون چیزی که گرفتم و با هم دیگه بریم تستش کنیم. لیگ منم اینجا نوشته دیگه. یکی از حالا چیزای دیگه که اضافه شده اینه که شما توی لیگ ها مثلا لول داره دیگه. الان من لولم چند بود؟ فکر کنم 5 بودش. لول من 5 بود، داشت میرفت 6 فکر کنم. اینجا زده اگه شما بره لولتون 10 تا 14 گلد میشین، اگه بره بالای 15 میری تو لیگ بعدی و هر چقدر این لیگتون بره بالاتر اون شرطی که مسابقه داره بیشتر میشه. یعنی اگه شما ببازین مبلغی که زیرش نوشته رو باید یعنی اینقدر شما شرط بسین باید بدین، اگرم ببرین که اون مبلغو یعنی 2 برابرشو از حریفتون خواهید گرفت. الان مثلا شرط من 65,000 تاست. 2 برابر که میگم یعنی هم شرط خودتونه که گذاشتین وسط هم شرط طرف مقابل. من الان 65,000 تاست، اگه ببرم باید بهم 2 تا 65,000 تا بدن، اگه ببازم باید همون 65,000 تا رو بدم بره. پس این لیگم ربط داره به همون لول اولیه. حالا بریم توی مسابقهش. خب بریم یه دونه مبارزه وارد بشیم. یکی از داستانایی هم که داره پیکسل اینه که بعضی اوقات وارد مبارزه نمیشه، نمیدونم چرا، ولی الان فعلا شدش. بریم که این مبارزه رو داشته باشیم. الان باید من یه دونه از اینا رو انتخاب کنم و اگه حریفم درست حدس نزنه بهش آسیبی میرسه. حالا من باید یه حدسی بزنم، یعنی خودش نمیدونم تایمم تموم شد رفتم صحبت کنم، بعد من باید یه حدسی بزنم که جلوی اون آسیبه رو بگیرم. یعنی میتونم از خودم دفاع کنم، طرفم باید از خودش دفاع کنه. یه همچین حالتی داره بچه‌ها این. الان من یه جا باید ضربه بزنم، اگه حریفم درست حدس بزنه ضربه بهش وارد نمیشه و دفاع میکنه و حالا حریف من داره ضربه میزنه من باید دفاع کنم. اگه من درست حدس بزنم دفاع میکنم، ولی متاسفانه دیدین که من الان نتونستم خودم دفاع کنم و اون ضربه رو به من زدش. من اونم نتونست درست از خودش دفاع کنه. یعنی یه چیز شانسیه، حالا زیاد دست شما نیستش، برمیگرده به شانس شما و شانس اون طرف که بنده خودش چیو میزنه اینکه شما چیو میزنی. خب این مبارزه رو هم انگار داریم میبریم. دوباره یه دونه دیگه اینو میزنیم ببینیم میگیره یا نه. نگرفت و حالا باید از خودمون دفاع کنیم. مثلا اینو میزنیم، ای بابا طرفم اونوریه زدش. و به همین شکل دیگه به همین شکل ادامه میدین تا اینکه این بازی رو خیلی راحت ببرین و حالشو ببرین. تموم شده رفت. الان من 65,000 تا سود کردم. 65,000 تا میباختم اگه میباختم. درسته؟ میباختم اگه. خب لینک ویدئوی قبلی رو باید بدیم به این سایته که همیشه میاد برای ما کامنت رو شناسایی میکنه، بعد 3 نفر رو به قید قرعه برامون به نمایش در میاره. تا این میره کامنت ها رو بررسی کنه یادتون نره که شما هم میتونید با سابسکرایب داشتن چنل ما و گذاشتن یه دونه کامنت و لایک کردن این ویدیو توی این قرعه کشی شرکت کنید و یکی از شانس اینو داشته باشین که یکی از 3 برنده خوش شانس ما باشین. خب بریم ببینیم که برنده ها کی هستن. یکی گفته تانکس با 4 تا قلب، به ایشون تبریک میگیم. نفر دوم نمیشه ممنون از اطلاعات خوبتون، به ایشون هم تبریک میگم. و نفر بعدی هم که 4 تا قلب فرستاده تبریک میگم. لطفا ظرف 72 ساعت آینده به آیدی تلگرام که داخل دیسکریپشن هست به پشتیبانی تلگرام پیام بدم تا جایزه براشون فعال بشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. هر سوال دیگه داشتین تو کامنت ها بنویسین. یادتون نره ویدیو رو لایک کنید، اگه من سابسکرایب نکردین سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید که اگه ویدیویی گذاشتم شما اولین نفری بشین که از اون اطلاع پیدا میکنید. و تا یه ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون باشه.